سلام و درود دوستان عزیز، بینندگان، همزبانان و همتباران. دوستان عزیز، چند ماه پیش با شما تحلیل 6 ماهی که گذشته بوده گپ زده بودیم که تاجیکان دنیا چی گفته بودن، با هم گپ زدیم چی شده بود، چطور مثلا در کدوم موضوع همه گپ میزد در باریش گپ زده بودیم. خب اکنون برای شما در این گذشته چند ماهی که چی احوال است، احوال تاجیکان در آسیای میانه گپ میزنیم. خب دوستان عزیز، بعد از این تحلیلایی که من کرده رفتم و نوار گرفته پخش کردیم، یک کمی تغییرات آمده، روشنگری آمده است بین تاجیکان. همینطور که دیدم میرویم کمی که جوانای تاجیک خوبی ها زیاد شده رویست. مثلا نوار ثبت میکنن تاجیکی گپ زدن به کوشش کرده ایستادن. انا خیلی بلاگر خوب برآمدن، اونها هم کوشش کرده ایستادن که وقتی تاجیکی گپ زنن، اما در بینش همین یک چند تا بلاگر ها هستن که متاسفانه کارهایی میکنن که نه به نفع خودشان است نه به نفع ما. یعنی به قبل خود تاجیک میگوین، خودشان را خیلی تاجیکی گپ میزنن، باز همون کوین موضوع های زمین تلاشی میکنن. چی میگن، نام گذشتگان که دنیا با خودشون شناسایی کردن میشون. آهای مردم، به شما گفته نیستم که تاجیکای دنیا میشناسد. بس از دیگه این حالت باید اختی پیشرفت کنیم. پیشرفت باید با این زمان هم نفس باشیم، مثلا چیزوی نو براریم. من خیلی نوار گذاشتم، در دیگه صحیفان بود که اون صحیفان بسته شد. نوار گذاشتم که مرحمت برای شما مثال میبرم که نو آوری چی است. بیایید نو آوری کنیم، چیزوی نو براریم. با نقش و نگار چسبیدید به خدا. اینش من نقشم دزدیده است میگید. اگر این مسئله، اگر موضوع نیمتسکی با آلمانی با ترجمه کنم، در گرمانیا مرکفت خنده میکنن. من چندین نوار گذاشتم که در همین گرمانیا چندین تا برندو است. اطلس، ادرس، همین نقش نگاری تاجیکی سوزنی، یعنی خانه بام سوزنی است، کوین سوزنی است، انتیک، حتی همونا گرفته چیز برو آوردگی هستن. من رفته نمیتونم و یک گردنش گرم تو از ما دزدیدین نمیشد. اینا میگم میر موده، دنیای موده. مثلا چی میگن، اونو با اگر رفته پرسان کنید میگید این سنترال آسیا نقشش است، همونا دیده الهام گرفتم دیزاین تخ کردم میگید. تمام. با همین خاطر باید پیشرفت کنیم. در جایی که پیشرفت کردن، این رفته از یوکش بکش و شکش ایوکش، این تو اینقدر پیشرفت کردن نمیشه. دوستان عزیز، لطفاً وزارت فرهنگی کشورتان یکتی اعتبار کند با کارهایی که شما انجام میدهید. با این طرف تاجیکا وزبینی میافته، چی بروش نمیفهمید. شما زمین تلاشی کرده چی فایده دیدید؟ تا امروز 100 سال گذشته است، به چی رسیدید؟ همون جایی که در دنیا آمدید خدا با شکر گفته گل گلزار کردنش فکر کنید. همین معنا میدید که از کشور خودتون راضی نیستید. کل دنیا از بالایتون خنده میکند. ما هم از شماییم. اگر که تاجیک هستید تاجیکی گپ بزنید، افتخار ما باشید. مثلا در هر جمعه برایتون غیر تاجیکی گپ میزنیدون، باز ما این طرف تاجیکای عیب میکنیدون مکتب ندارد. روز شما یک روز نمونید، خدا نکرده. در فکر این باشید لطفاً دوستان عزیز. بیایید من به شما نوآوری چی باز میفهمانم. منم یک خانم هستم با 3 طفل خرد، یعنی بچی میده دارم 3 تا. منم هیچ وقت ندارم، اما برای فرهنگم کمی که وقت جدا میکنم. من مثلا کتاب دارم، کتابی کوینه، از بینش باز میکنم، تاریخی چیزا میخوانم، ارنامنتای میبینم. یعنی در بالایی که میبینید از چندین تاجیکای سوزنی هاش، زردوزی هاش، گل دوزی هاش، زمین دوزی هاش گرفته یک نقش نگاری دیگر در دنیا آوردم. توانید شما هم کنید. چرا برام از یاقه کس میکشید؟ این مرحمت دیشبم حتی یعنی تو یک نقش نگار در دنیا آوردم. خیلی کار کرده ممکن است. اگر که آدمی زاد میخواست میکند. بیایید تاجیکای دنیا بازم میگم، برای تاجیکان با یکی دیگرشان کار کردنشان، از این پیشم گفته بودم بازم میگم، یک تا گروپ باز کردیم. یعنی یک گروه باز کردیم. نام گروه تاجیک گلوبال کامیونیتی. اینجا عکسش هم میگذارم. خب برای که تاجیکا با هم کار کنن. در اینجا همین خود تاجیکا هستن در اروپا،
مثلا در امریکا خیلی زیاد تاجیکا هستن، با یکی دیگرشون کمک کنن، 6 ماه ویزا تیان رای باز کنن، مردم بیان کار کنن پس برون سالش به یک بار. وزن اقتصادشون بالا میشد، مردم وزن اقتصادش پایین است، تا هر چیزی راست درست و نادرست باور کرده ایستاده این. از بس که